تخت جمشید، این بنای عجیب و غریب که تو دل کوههای مرو دشت شیراز نشسته، مثل یک قصه 1001 شب است. هنوزم بعد 2500 سال آدم‌هایی که میان اینجا رو میبینن چشمشون از تعجب گرد میشه. خب حالا این همه سنگ چند تنی رو چطوری بالا آوردن؟ چطوری با اون ابزارهای ساده این همه مجسمه تراش خورده و ستون‌های به این بزرگی رو ساختن؟ اصلا چرا اینقدر دقیق و بی‌نقص؟ یه سری میگن حتما فضایی‌ها ساختنش، ولی راستشو بخوای آدم‌های اون زمان خودشون مهندسای نابغه‌ای بودن. اولین چیزی که آدمو شوک میده سنگ‌های عظیم تخت جمشیده. مثلا بعضی از این سنگ‌ها 15 تن وزن دارن. حالا تصور کن تو اون زمان نه جرثقیل بود، نه لیفتراک، نه حتی چرخ فلزی. پس چی کار میکردن؟ یه نظریه میگه کارگرها سنگ‌ها رو روی قلتک‌های چوبی میذاشتن و با طناب‌های محکم کم کم میکشیدنشون به بالا. بعضی وقتا از سطح شیبدار استفاده میکردن، یعنی خاک رو به شکل رمپ بالا میریختن و سنگ‌ها رو روی اونها هل میدادن. اما این کار چقدر وقت میبرد؟ احتمالاً سالها. ولی اونها عجله تو کارشون نداشتن. میگن ساخت تخت جمشید تقریباً 150 سال، 1.5 قرن طول کشیده، یعنی از زمان داریوش تا اردشیر پشت هم ساختن و گسترشش دادن. یه چیز جالب دیگه برش‌های بی‌نقص سنگ‌هاست. مثلا بعضی سنگ‌ها رو اونقدر دقیق به هم چسبوندن که حتی یه مو هم بینشون جا نمیشه. تو بعضی قسمت‌ها از بست‌های آهنی استفاده کردن که سنگ‌ها رو محکم کنه. این بست‌ها رو از ذوب کردن فلزات می‌ساختن و تو جای خودشون قرار میدادن. حالا این فلزات رو از کجا می‌آوردن؟ احتمالاً از معادن اطراف یا حتی مناطق دورتر. ولی هنوز دقیقاً نمیدونیم چطوری این همه مصالح رو منتقل می‌کردن. تخت جمشید یه سیستم آبکشی خفن هم داشته. مثلا تو فصل بارون یا بهار آب از کوههای اطراف میومد پایین و ممکن بود کل مجموعه رو زیر آب ببره. اما مهندس‌های اون زمان یه سری کانال زیرزمینی حفر کردن تا آب رو به بیرون هدایت کنن. حتی بعضی از این کانال‌ها انقدر دقیق طراحی شدن که آب رو روی قسمت‌های مختلف تخت جمشید می‌رسوندن. مثلا برای آبیاری باغ‌ها یا استفاده کارگرها. یه نکته دیگه مقاومت سازه‌ها در برابر زلزله است. با اینکه ایران منطقه زلزله خیزه، ولی تخت جمشید هنوز پابرجاست و تکون نخورده. احتمالاً به خاطر اینه که ستون‌ها و پایه‌ها رو با زاویه‌های خاصی کار گذاشتن یا از مصالح استفاده می‌کردن که انعطاف‌پذیری بیشتری داره. خلاصه که تخت جمشید فقط یه قصر نبوده، یه نمایشگاه مهندسی باستانیه. آدم‌های اون زمان نه موبایل داشتن، نه کامپیوتر، ولی با تجربه و آزمون و خطا به چنین شاهکاری رسیدن. پس دفعه بعد که به تخت جمشید رفتی، یادت باشه زیر همین سنگ‌ها هزاران سال عرق و هنر آدم‌های خوابیده که اسمشون رو نمی‌دونی، ولی کارهاشون جاودانه شدن. سپاس از شما که این ویدیو رو تماشا کردید. مثل همیشه زنده باد ایران، زنده باد ایرانیان.